اشخاصی مثل من در یک جریان دیگه هستند، وابسته به یک طبقه دیگه هستند و از نسل دیگه هستند و از اصل دیگه، با فرهنگ دیگه، افکار و اندیشه های دیگه، نهضت ها و جریان های فکری و اجتماعی دیگری و دنیای دیگری. یه گوشه ای از این شهر یه سری آدم هست، آدمایی مثل من، خسته از لحظه هایی مثل قبل، خسته از فردای شکل دیروز، خسته از آدما و زندگی خشک و بیروح. من از یه نسل دیگم، صدای گوله ها تو گوشم، واسم لالایی خوندم تو شکم ننم، صدای جیغ و داد زیاد شنیدم با صدای بمب و موشک. تو 20 و چند سال عمرم آدما رو کنار هم ندیدم، یا جلوی هم بودن یا روی هم، اونا همش در حال جنگ بودن، حتی وقت خواب توی شب روی تخت. تو 20 و چند سال عمرم 20 و چند بار مردم، 20 و چند سال حقمو خوردم، زندگیمو برعکس کشیدم تا منم مثل اونا اونو برعکس ببینم. من وقتی مرد شدم که پر درد شدم، ظاهر آدم خوب و همه تو زرد شدم، تا اینکه خواستم که این اتفاقو درک کنم، از توی آدمای اجتماعم طرد شدم. این خیلی سخته، این خیلی تلخه که آدمای دورت نمیفهمن چیه حرفه. این اتفاقا میشه نقطه توی قلبت، یه مشت اعتقاد چرت و پرت میره تو مغزت. تا یکم حرف زدم گفت بگو معذرت میخوام، این زندگی خواب تلخه نه، کسی ازم نمیپرسه که چیه درد من. دردم اینه که پرده رفت کنار از حنجرم، پس دیدم همه چی رو داد زدم با حنجرم، بعدش بین من و خودم شروع شد جنگ نرم. این باعث شد که از دست مردمم در برم، پس نگو برگرد، پس نگو برگرد. اگر در سخن من، در انتقادهایی که من میکنم تلخیر وجود داره، این تلخیر بر من ببخشید اگر معتقدید و میبینید که درش حقیقت هست.